خوش اومدید به یه ویدیو از پادکست های NaCl. شروع کن. خب آقا قسمت یک دیگه چی بله بگیم؟ بله بفرما. اما حسین من جونم. میسپارم به شما، تا شما بزرگ جمعی. از دل مایی راجعش کن. آقا راجع چی یه واقعا اصلا موضوعیت چیه؟ چه چیزی به نظرم یه ذره صحبت کنیم راجع به این که اصلا NaCl و داستانو چی شد؟ اناسیل از کجا اومد؟ ببین ما دنبال یه اسم میگشتیم که بتونیم حداقل با چنلمون رو راه بندازیم. اولین کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود. از اونجایی که 4 نفر هستیم، خب هر کسی یه ایده، یه پردازه‌ای توی ذهنش هست دیگه و هزار جور چیزای مختلف هم بود. راجع به دعوا هم بگم اتفاق افتاد. آره بگو بگو داداش همه بگو. چی. سانسور نداریم ما. آره خب حله. سانسوری نداریم. بعد که حتی این وسط میان کلی اتفاقات افتاد و حتی توی یه سری از جلسات که خودمون گذاشته بودیم که من نبودم یه تفرقه افتاده بود سر اسم. خب چون که واقعا هر کسی ایده خوبی داشت ولی بگو خب اسم بگو چی بود، بذار بچه‌ها بدونن چه اسم بدونین. خفنی می‌خواست انتخاب کنیم. آره. آقا آره اسم تاکسون چیزی که روی زبون اومده بود و میخواست انتخاب بشه و توسط شخص ممل میگم یا چی؟ چی اسم نه، چیه؟ اسم سوال چیه؟ دیگه. خودتو معرفی کن ببینیم بشناسیم اداجی. رایان هستم. بیشتیر بابا. عمو رایان. آقا اهمیت نده. خب ما نفری یه تعداد اسم انتخاب کردیم و طبق گفته های این آقایی که اینجا نشسته این جفتشون قرار بود چیکار کنیم؟ اینا رو بریزیم توی گردونه شانس و هر کدوم که بیشتر رأی آورد اون اسم بیاد بیرون دیگه، اسم چنل بشه که اسم من برنده شد و اینا کشیدن زیرم. حیف که با میکروفون آره. مداحی اومدم داداش. چرا اضافه نمی‌کنی که داشتی از چت جی پی تی کمک می‌گرفتی خب، و مگه 10 ایراد داره؟ سال داشت طول من می‌کشید؟ ایراد داره از چت جی پی تی کمک گرفتم. آره دیگه حالا به هر روشی که ولی بود. حالا بازم NaCl هم اسم خودم بود، به هر حال پیروز میدان من بودم و بس. خداییش آره. اناسیل 100 هیچ تاکزونو در میزنه. کل سری اول که یه متفرقه افکنی چی بهش میگن؟ تفرقه. آره یه تفرقه افکنی اتفاق افتاد نشد و خب اومدم جمعشون کردم با بولدوزر و الانم که مجددا قرار شدش که هر کسی یه چند تا اسم بگه با هم دیگه بشینیم مشارکتی ببینیم کدومش خوبه رأی بدیم و بعد از اونم بندازیم تو گردونه تا مشخصش که آخر سرم اسم NaCl در اومد. لازمه توضیح بدیم اناسیل یعنی چی یا نه؟ به نظرم توضیح ندیم، بذاریم بمونه تو کفش بمونن. آره. فقط آره. بچه مهندسا تو بدونن خمارش چیه. بمونه. بنازم. آره فقط بچه تحصیل کرده میدونن NaCl داداش این چیه توهینه دیگه. دیگه. اصلا یکی تحصیل نکرده باشه میگه سیفتیر میبنده نه ویدیو رو. دیگه هر نه. کسی بالاخره اول راهنمایی رفته دیگه. ببین NaCl میشه جدول مندلیافو دیده دیگه. خب NaCl یه دونه معنی واحد اون چیزی که میدونیم یا تحصیل کرده میدونن نیستش، معنی ریزم داره. من یه ریزشو دیگه اما حسین آره. بنظرم آره بذار برن پیدا کنن. برید پازل دیگه بگردید پیدا کنید آره. دیگه. ما هم 4 نفریم ببینید چی جوری در میاد. در کل خوش اومدید به اپیزود 1 به خوش نظر اومدید. من. آره ولی ما برای ویو گرفتن اینجاییم. حالا میخواید قبول کنید میخواید نکنید. همه اون برده نظرتونه. پولیم. ما برده پولیم. آره در مورد AI میگن اگه صحبت کنیم خیلی ویو میگیره. نه خب نظر خود راجع به هوش مصنوعی چیه؟ آقا هوش مصنوعی ببین انقدر دیگه چرت و پرت از هوش مصنوعی اومده حاجی، من واقعا نمیفهمم. الان یه دنبال هوش مثلا میگم دنبال هوش مصنوعی TTS مثلا میگردم. TTS حالا اونایی که نمیدونن تبدیل متن به صدا و اینا. دنبال یه همچین چیزی که میگردی 1000 تا میاد. تو مثلا باید بگردی ببینید پولیش کدومه، رایگانش کدومه. بعد مثلا رایگان یکی رو پیدا می‌کنی می‌بینی رایگانه، میری استفاده می‌کنی می‌خوای جنریت کنی بگیریم میگه باید $10 پول بدی، $20 پول بدی. یعنی لاکارت میذارن دیگه. پرداخت در اون برنامه طوری مانند داره. آفرین. آره خلاصه که آدم باید پیدا کنه، باید بفهمه راشو دیگه، مثلا چجوری پول بکنه ازشو. خب ببین مثلا حالا یه راه مثبت 18 داره که طرف میاد چیز میسازه، با هم باید مثلا از یه هوش مصنوعی استفاده کنه یک کرکتر بسازه، هم مثلا صدا رو باش اوکی کنه. خب یعنی دو تا هوش مصنوعی نیاز داری. همون این الان مثلا پول طرف میخواد. میره
خب باشه یه اشتراکش مثلا ماهانه چند دلاره داداش مگه؟ تو فرض کن یه نفر $10 پول ته نداره تهش. بده، باید چیکار خب کنه؟ بالاخره آخه آقا این بالاخره سر اون هر پول اولیه رو باید یه جور به دست بیاره نه دیگه. این تو نمیشه. فکرشو کن الان اشتراکی نیستش، سر هر یه دونه جنریتی که میخوای کارتو انجام بدی میخواد $10 ازت. الان اکثر سایت ها اینجوری دارن اسکم حالا میکنن. یه چیزی بهت بگم، صدای این بود. باشه ما میگیم صدای آره. اون صدا نمیاد، نیفتاد صدا، بفرمایید. نیفتاد صداش. احساس. بابا ایوون. وقتی میخوای هم محسن گول بکشی صدا گوز بکشی آخه اصلا نمیاد. پاشو میزنه میشکنه صدا در نمیاد. مثلا همین که تعریف کرده بودم برات، یکم مشتری ما چیکار کرده بود، برند لوازم خونگی داره. کار خب تو بگو اول، کارت چیه داداش؟ نه حالا میخوام سیف بمونم. اه؟ آره. برند لوازم خونگی داره. خب این چیکار میکنه؟ با یه هوش مصنوعی خودش یه چیزی رو از روی متن میخونه و صداشو تغییر میده به یه صدای خانوم. خب بدون اینکه مثلا هیچ مشکلی ایجاد بشه، یعنی نویزی چیزی همه چی اوکی. بعد با یه هوش مصنوعی کاراکتر رو میسازه، بعد با یه هوش مصنوعی اینا رو مثلا با هم سینک سینک میکنه. میکنه. بعد حتی لبخونیش هم اوکیه. خب یعنی دقیقاً طبق همون حرفای خودش میره جلو. بعد مثلا رایگانه. آره دقیقا همینو میخواستم بگم، رایگانه. حالا من نپرسیدم ازش چه هوش مصنوعی بود، ولی هر سه تا هوش مصنوعی رایگان استفاده اشتباه میکرد کردی و اینو نپرسیدی. میساختش. خب مثلا به این نظرم مدلی برو بود. بپرس، برو بپرس میپرسم. چون دیگه ما حق نری قراره بیای. دیگه این بعد فکر کنم ما رو قراره خانوم ببینید آره. آره لب مثلا میزنیم. 4 تا خانم بشینن اینجا قطعا مثلا ویو میلیونی میگیریم و آره. درجا پولدار میشیم. آها. آها اشتباه ما اصلا الان داریم وقتمون رو هدر میدیم. تمامه. دقیقاً. بریم از ببندیم بریم. خب بریم. بریم تو بعدی. مرسی خب تمام. اپیزود ما رو تماشا خب. کردید. آره ولی خب نبین الان کلا حرفت که حاجی درست بود. نوکرم. قربونه. ببین نکن الان اکثرا خب تو فکرشو کن، طرف اومده از همون هوش مصنوعی مجانیش برای خودش یه هوش مصنوعی دیگه ساخته، حالا دیگه مثلا سرورش یه جوری انداخته دیگه، آره دقیقاً. جنریتش با اونه دیگه، میفهمم فرقی چی. نمیکنه. آره. چیکار کرده؟ اسکم کرده دیگه، مثلا از هر کاری که تو میخوای انجام بده واسط یه پولی ازت میگیره. دقیقاً. خیلی هاشون یعنی مدل خودشونو ندارن، دارن از آره جای دیگه API میگیرن، دقیقا. پولیش کردن و کپی استفاده میکنن. پیست اونا آره. سالی مثلا دیگه برای شخصی سازی شده است برای من خود اسم یه طرفه. سایت رو نمیبرم. من چند وقت پیش دنبال اشتراک چت جی پی تی بودم، ام. چت جی پی تی 5. بعد یه نم پرو داره، پلاس داره، حالتهای مختلف داره. و این سایت دیدم زده بود اشتراک یه ماهش 100 خورده ای. گفتم دمش گرم. مثلا خب اشتراک چند نفری استفاده ام. میشه قیمتو میاد پایین، ولی دیگه تا 300 400 پایین ترینش. الانم که دلار رفته بالا تا 100 تومن، من گفتم آقا خیلی خوبه بذار برم بخرم. بعد یه دونه تست چیز داشت، فهمیدم که میزنی نمیبرته تو چت جی پی تی، تو خود سایت چت برات باز میشه، اونجا چت میکنی باش فلان. بعد مثلا فریش چجوری، حالا نه پولیش همینجوری یا نه. فکر کنم فهمیدم کدوم سایت رو میگی. بعد فریشو که مثلا چت میکردی، فرض مثال میگفتی آقا مثلا یه چارت بهش میدادی، میگفتی اینو برام تحلیل کن، آخرش یه مثلا چیز پولی میمد واسه یه سایتی که ترید توش میکنی و حالا اسم نمیبرم مثلا نوبیتکس. مثلا نوبیتکس معروف همه میدونی، اسم ببری فایده ای نداره، ولی خب مثل نوبیتکس مثلا تبلیغا اونجا رو میکنم، گفت بیا از اینجا مثلا تتر بخر و فلان. اینجوری بودم که خب این معلومه دیگه، هم یه دور ما پول میگیره، هم یه دور از طرف بابت تبلیغش و کار در میاد به آره نظر من. دیگه. ولی آجی خب چت جی پی تی رو خیلی میخرن. مثلا یه نمونهش کسی که میشناسم فکر کنم نمیدونم 2 تومن 3 تومن پول ماهانشه، ام. ولی خب اون پولی که از اون قضیه در میاره خیلی بیشتر از ایناست. یعنی واقعا درست. میصرفه مثلا بگیره و رو کارش استفاده بکنه. ببین یه سری راه ها هست کلا ما نمیدونیم چه جوریه، مثلا یه پولایی در میارن ملت، حالا این ای آی یه قسمتشه. بعد مثلا همین اگزیت لگ یا همین برنامه هایی که اکانت میخرن، چه میدونم اسپاتیفای و اینا، یه سریا میدونن مثلا از کجا بگیرن، چطوری بگیرن. اگزیت لگ مثلا 300,000 تومان قیمت اکانتشه، یارو میاد 60,000 تومان داره میفروشه. بعد به مثلا یه مدت محدودیه، نمیدونم انگار یارو 100 تا دونه اکانت پیدا کرده همینطوری داره میفروشه، مثلا نمیدونم از کجا پیدا کرده که داره این کارو میکنه. اما خب این راه ها رو نمیدونم از کجا پیدا میکنن. حالا یکیش هم همین ای آیه که گفتین دیگه. با حساب فکر کنم اونا مثلا حسابای کرکیه خریدشونه. آخه این اکانت آنلاینه، مثلا همین آره خود این اگزیت لگ برنامه. کلا باید آنلاین باشی کار آره بخوای خب بکنی. میگم آره سر اینکه تایمش محدوده، میگم مثلا اکانت کرکی یه تایمی هم بود حاجی، توی فورتنایت اینجوری بود، یارو مثلا میاد وی باکس ها رو با یه قیمت مفت میداد.
همه میگفتن اوه این چیه بریم بخریم. بعد مثلا همه میخریدن، بعد فهمیدن اون حسابی که باش خریداری میشه حساب کرکیه. مثلا اونا تا وریفای کنن اون حسابو طول میکشه. سر همون اول وی باکس ها رو میزدن، بعد که وریفای میشد میفهمیدن داستان داره، وی باکس ها رو میبرن پس میدن طرف رفته مثلا اسکین خریده، یا اکانت رو بند میکردن یا وی باکسش منفی میخورد. آره سی پی هم دیگه همینه. این یه سی پی هم الان توی کال اف موبایل هم تقریبا همچین چیزی سی پی زمان داره بهش میگن. داداش میشه سی پی کامل بگی دقیقا منظورت چیه؟ کال اف دیوتی موبایل پوینت. آه خب من آره یه چیز دیگه تصور کردم. نه کال اف دیوتی پوینت. بعد مثلا طرف میاد میخره، قیمتش هم مفته، میخره اسکینا رو میزنه و گردونه رو میزنه و میگیره. بعد مثلا یه دفعه بعد یه روز میاد تو اکانتش میبینه منفی خورده، منفی خورده. مثلا یه منفی 10,000 تا سی پی خورده، کال اف دیوتی پوینت خورده. بعد دوباره بعد مجددا اکانتش رو شارژ بکنه تا آره پول بتونه، سی پی آر، یعنی عملا این ضرر رو مثلا طرف باید بعد دوباره شارژ بکنه. یعنی ضرر دو طرف هست دیگه، هم باید از اون طرف پول آره داده هم پول رفته. اون منفیه رو باید بده، هم مثلا یه پولی هم باید بده شارژ بکنه دوباره، یعنی دو برابره دیگه آره دیگه. عملا. یعنی یه دور منفی یه دورم، یعنی عملا فرقی نداره، از اون فقط طرف هم یه دور ضرر خورده که پول داده اون آره زمانیه دیگه. رو بعد گرفته مثلا دیگه. میانه چیکار میکنن، الان من جدیدن فهمیدم طرف میره یه دفعه یه هزینه زیاد میکنه، میره زماندار مثلا 50 که یارو شارژ میکنه آماده یعنی بعد مثلا همه رو خرج میکنه، بعد میگه آقا 50 که این منفی خورد، مثلا بتل پاس هم میخواد بخره، میگه یکی براش گیفت کنه که نره روی اون زمان داره. آره دیگه دیگه. طرف نمیره اون 50 که شارژ کنه که اون منفی اپ این بره، یه بار خرج کرد واسه اکانتش تمام شد رفت. همین اینجوری میکنن، چون آره میدونه این اگه کارا. دوباره اون زمان داره رو بخواد بزنه میزنه، این صفر میشه، نمیتونه چیزی بخره، دوباره اونم برمیگرده، یعنی مثلا منفی 10 کش میشه صفر، دوباره میشه منفی 10. خلاصه که بحث دور نشیم، به نظر من خیلی این قضیه بعضی جاش قانونیه بعضی جاش غیر قانونیه. میگم مثلا این اکانت چت جی پی تی چون تو 5 نفر ساپورت میکنه، یا مثلا یه اکانت رو به 5 نفر میفروشه، هم دسترسی دارن به چت هم دیگه، ولی بقیه‌شون نه، مثل همون وی باکس و این سی پی و اینا غیر قانونیه دیگه که منفی میخوره. هم این سی پی هم اون سی پی درسته؟ همشون غیر قانونیه، همشون غیر جفت غیر قانونی. سی قانونی. پی غیر قانونیه. ولی حتی یه دونه سی پی هم داریم 2077 ولی اون قانونیه. اون چجوریه؟ نه اون سایبرپانک. سایبرپانک. آره. ولی در کل اتر اولیش که اومده بود بیرون هوش مصنوعی تا الان، مخصوصا همون چت جی پی تی که الان دارید میگید که نسخه 5ش بکنم اومده بیرون، چرا؟ خیلی راحت تر کار میکنه، خیلی سریعتر جوابا رو میده. بعد چجوری بگم، انگار راحت تر، انگار داریم با خود یک انسان مثلا صحبت میکنیم، راحت درک میکنه مطلبی که داره میگیم و جوابی که میخوایم و حتی ازش میتونیم بگیریم. داداش ولی زیاد چرت و پرتم میگه، هر چی بهش میگیم میگه آره من اینجام تا به تو کمک کنم. خب این اونم میتونی باش حرف بزنید، هوش آره مصنوعی واقعا بتونی بهش میتونی چیزش کنی. پرامپت اونم بدی میتونی اینا رو بهش بگی همه آقا رو. مثلا دقیقی باهات دیگه صحبت این کنه. تیکه کلام مثلا بهم نگو. یا آره. مثلا آخر هر چتش دیدی برمیگرده میگه یه سوال رندوم ازت میپرسه، مثلا آره. میخوای این کار رو بکنم، میتونی حتی اینم پرامپت بدی دیگه ازت نخواد. آره. من حتی مال خود گوشیمم که داشتم استفاده میکردم، من جمنایی بود دیگه. جمنای هست همه چی. آره جمنای مثلا میگن بهتره نسبت به چت جی پی تی. اینطوری شنیدم، حالا ببین راحت ببین میگن اینجوری بگم، خودمونی تو تر صحبت میکنه نسبت به چت جی پی تی. دسترسیت، خب دسترسیت به هر چیزی که بیشتر باشه تو کار بکنی از نظر اون شخص میشه اون بهترین چیزیه. الان مثلا دسترسی من جمنای راحت تر باش کار میکنم. مثلا یه بگن چت جی پی تی، میگه آقا مثلا من تا حالا با اون کار نکردم نمیدونم چه جوریه. الان مثلا هر تغییر شخصی سازی که بخوای اصطلاحا بگی رو جمنای دادن، یهو بخوام برم رو چت جی پی تی انگار علنا دارم با یه ربات حرف میزنم، مثلا چیز نیستش که مثلا بخوام چیز کنم. آره تجربیاتی که داشتی و حفظ میکنن آره دیگه، واسه همین میگن اصلا با چت جی پی تی بقیه هیچ موقع صحبت نکنید، دقیقا. چون تجربیات آره اونو واقعا استفاده اینم میکنن. دقیقا همین بود. من روی چت جی پی تی برادرم اومدم استفاده بکنم و همین اتفاق افتاد. اصلا نحوه جواب دادن و ارتباط گرفتن چون نمیفهمیدم، خیلی عجیب بود برام. ولی مثلا خب داداشم باش راحت کار کرد، چون یه سری دیتا سیو میکنه از طرف دیگه که مثلا آقا اینجوریه فلان. اون تایم که دیپ سیک اومده بود، آره. یه دفعه ترکوند و دیپ سیک و فلان و اینا، من اون موقع مریض بودم و مثلا این برگه آزمایش هم تازه گرفته بودم و مثلا میدادم به چت جی پی تی برام ترجمه کرد و مثلا خلاصه وار میگفت چی به چیه، خیلی دقیق و اینا. من مثلا به دیپ سیک میدادم خیلی خشک و
مثلا بدون دلیل مثلا یه چیزایی میگفت. آره. و خب به خاطر این بودش که من قبلش گفته بودم مثلا خب به چت جی پی تی آقا من این بیماری رو دارم و آپدیت سیو یه همچین چیزی مینویسه اون درست. بالا، مثلا اینا رو سیو کرد، ولی خب اون نمیدونست دیگه. این میرفت توی اون زمینه میگشت ببینه آقا این ربطی داره به اون یا نه، بعد میگفت که آقا اینجوریه، ولی اون این کارو نمیکرد. اون فقط میگفت ممکنه اینو این باشه، نمیگفت اینم میتونه باشه. اون اصلی ها رو تاپ ها رو میمد فقط میگفت. و میگم به نظر من هوش مصنوعی یا همشون میتونه بعد یه مدت به اون چیزی که میخوای تبدیل بشه، ولی مثلا من هیچ وقت نتونستم با گروک گراک میگن. گراک همین داره یه دیگه. همچین چیز، مثلا من هیچ وقت نتونستم با اون ارتباط بگیرم. مثلا خیلی گروت. عجیب گروت خیلی اصلا عجیب خیلی اصلا عجیب غریبه و واقعا به نظر من نمیشه. من که نتونستم باش ارتباط بگیرم، یعنی هر چقدر باش چت کردم نتونستم. مثلا خیلی عجیبه برای من همچین نوع ارتباط گرفتنش. ولی مثلا نه چت جی پی تی جمنای چینیا ساختن یا برای مال گوگل بابا گوگله؟ جمنای. یه دونه چینیا ساخته بودم اون اسمش همون من دیپ استفاده سیکه. دیپسیکه. دیپ سیک. میگفتم اون خیلی بهتر از چت جی پی تیه. حالا من من استفاده بعدی نکردم. من کلا چت جی پی تی اومد همونو دارم استفاده میکنم تا الان. من یه اولش هیچ کدوم استفاده کردم دیگه منم نکردم. نکردم. دیپ سیک من حالا هم چند جا دیده بودم، همین که خودم استفاده کردم. نسبت اون اوایل که اومده بود نسبت به چت جی پی تی مثلا خیلی دیتاهاش قدیمی تر بود. حالا الان رو نمیدونم، الان دیگه تست نکردم ببینم که آیا چت جی پی تی درست هم یه یا نه. آپدیت شد دیگه. آره ولی خب دیپ سیک فکر نسخه کنم های همینطوری. جدیدتر دادن. ولی به نظر آپدیتاش مثلا یه جوریه، مثلا فرض مثال چت جی پی تی 5 رو میاره بعد 4.5 رو نرف میکنه. یعنی مثلا با 4.5 آدم صحبت کرد، عشق میکرد، کاراشو میکرد و فلان و اینا. الان 5ش که میره رو 4.5 صحبت میکنه، 4.5 انگار یه مثلا خنگه، انگار داری با 3 صحبت میکنی، نمیفهمه چی میخوای. انگار حس میکنم قبلیه رو نرف میکنن که این جدیده خیلی به چشم بیاد. شاید واقعا همچین چیزی خب هست. اینم هست، اینم مال پشتیبانی بازار شاید دیگه. نمیکنن. هم پشتیبانیشه، قطع نه میکنن. نه اونجوری خب داشت بحث چیز نیستش. مالیه بیشتر به نظر آره من دیگه. بحث مالیش میشه دیگه. نیاز دارن که مثلا آقا نسخه قبلی دیگه میندازن دور، نسخه جدید میارن بالا دیگه. سر همون یه سری حرکت ها لازمه که انجام بشه. حالا به اصطلاح همون نرف کردنی که اصلا حسن داره میگه، این چون یه سری دیتا ها رو پاک میکنه، یه سری قابلیت ها رو توش حذف میکنه که درخون اصطلاح مارکتینگش دیگه بیفته، بره بعدی بیاد بالا، درست. تو چش باشه، بتونه راحت استفاده کنه ازش. یه حرکت جدیدی که جدیدن مثلا میبینم کسایی که تو اینستاگرام من انجام میدن، حالا ایرانی‌ها رو من ندیدم تا حالا این حرکت رو بزنن، ولی خارجی‌ها خیلی انجام دادن. نمیدونم با کدوم هوش مصنوعی انجام میدن. مثلا یه کاراکتر همین AI میسازن شبیه مثلا 3D میسازن، مثلا انیمه یا اینا نمیسازن، ولی مشخصه این مثلا هوش مصنوعی AI، یعنی تابلوه. خب بعد حالا مثلا میگم یه مقدار مثلا مثل این کاراکترهای آنلی فنز و اینا دیگه، ولی مثلا فقط پست و ویدیو میذاره، مثلا طرف داره خرید میکنه اگه جا نمیدونم، طرف مثلا داره آشپزی میکنه فلان کنه، یعنی هیچ چیز دیگه هم خیلی هم نیست. ولی فالوور میگیرن. آره آفرین، مثلا طرف لباسای به اصطلاح برهنه میپوشه ولی هیچ حرکتی نمیزنه و فقط مثلا کارهای روزمره میکنه که بلاگرای معمولی انجام میدن. بعد مثلا فوق العاده زیاد لایک و ویو و اینا میگیرن. بعد حالا به یه حد نصابی که به نظر خودشون میرسه پیجو یا میفروشن یا مثلا توش مثلا یه بیزینسی چیزی راه میندازن، انگار مثلا راه مثلا یه ساله رو یه ماه میان. همون دیگه میگم یه سریا یه سوراخ‌هایی رو بلدن تست آره میکنن، واقعا دقیقا عجیبه. نمیدونم چطوری این چیزا به ذهنشون دسترس میرسه. چجوری بگم، انگار دسترسیشون به یه سری چیزا راحت آره تره. اتاق آره فکر دارن. آره بعد حالا فکرش که به کنار، طرف باید بدونه که بخواد چی کار کنه که انجام بده دیگه. مثلا همین روشی که میگفت مثلا من شاید حالا ندیده بود مثلا همچین چیزی رو، ولی خب واقعا هست. طرف راه یه ساله رو یه ماه میره بعد یا عوض میکنه. حالا تا طرف بخواد بیاد مثلا بره ببینه، اصلا شاید اون شخص هم همون اون چیزی که داره میفروشه رو نیاز داره، یا مثلا همون کاری که داره میکنه رو نیاز داره دیگه. آنفالو نمیکنه اصلا بیاد بیرون، مثلا یا دقیقاً. آنسابسکرایب نمیکنه اصلا بیاد بیرون، ادامه میده همون روشی که یا مثلا خیلی تو کثیفه ولی جواب آنلی دیگه. فنز و اینا این حرکت رو میکنه، حالا چیزای مستحجم میسازن و پول عجیبی میارن، بعد آره اونجا دیگه می تو هم پول نویسن. زیادی میدی دیگه واسه آنلی فنز، اینا رو میبینی دیگه. آره بابا. آره بعد دیگه داری میبینی. بعد واقعا بعد واقعا مثلا اون بالا می نویسن AI کرکتر، بعد
مردم واقعا میرن مثلا اشتراک اون طرفو میخرن، مثلا طرف نمیره خودش اشتراک بده مثلا اون مدل رو برای خودش بسازه. مثلا نمیدونم خیلی عجیبه. برمیگردیم با ادامه NaCl. آقا ای آی تو انیمیشن سازی و اینا آره خیلی چیز اینو داره. خواستم بگم که برگشت داشت توضیح میداد. کلا تو انیمیشن سازی هم هوش مصنوعی الان جدیدن دخیله دیگه، مثلا مثل قدیم کامل نمیان بشینن بکشن تصویرا رو که فریم به فریم همه چیز تو مثلا انیمه داشته ها باشه. حالا به انیمه‌ش هم میرسیم، ولی مثلا خودم انیمیشن سازی دیگه الان مثلا طرف میاد ایدهشو میده، مثلا تصویر اولیه رو واسه AI میفرسته، بعد میگه آقا مثلا من میخوام چونم توی این محیطی که مثلا من الان واسه نقاشی کردم مثلا این کاراکتر راه بره فلان کن. این میاد مثلا اون کاراکتر رو جدا میکنه، اون چیزایی که میخوای و دیگه مثلا محیطش رو بهش میده، مثلا کاراکتر همینا رو نقاشی کرده از اول بهش میده، فقط مثلا میگه آقا چون تو این محیط حرکت کنه فلان کنه اینا رو، دیگه هوش مصنوعی میاد براش کارش رو انجام میده. دیگه الان اگر هم مثلا اکثرا دقت کرده باشید یه سری از انیمه ها هم دیگه نمیان مثلا بشینن کل کاراکترها رو از صفر تا صد مثلا بکشن بعد بگن آقا مثلا توی این محیط مثلا حرکت کنن. دیگه آره میدن دست هوش مصنوعی، یا آقا مثلا چه میدونم این کاراکتر ما اصل اولش اینه، مثلا این لباس ها رو تنش بکن، یا مثلا چون همونم اصلا طرف میکشه ما اینجوری آقا یه این همچین محیطیه ما میخوایم اینا مثلا 100 متر یا مثلا اصلا 100 متر زیاده مثلا 50 متر حرکت کنن، اینا مثلا واسه ما جنریت کن مثلا تصویرشو بده. حالا فرض کن قبلا برای مثلا درست کردن یه اپیزود نمیدونم کدوم انیمه بود، یارو مثلا میگفت چند هفته برای یه صحنهش مثلا وقت گذاشتن. آره آره. دقیقا. آره الان دیگه راحتن دیگه. دقیقا اون اگه اشتباه نکنم قلعه متحرکه هابل بودش که هر کسی تو هم آره دیگه بودن داشتن آره هر آره کی حرکت کار خودشو میکردن. چند میکرد. ماه طول کشید آره تا سر اون همون فقط یه چند سکانس. ثانیه رو آره آره. یه دقیقا سکانس چند فکر کوچیک. کنم 5 ثانیه هم بیشتر نمیشد به زور، ولی چون که هر کدوم از کاراکترها رفتارهای مختلف خودشون رو آره داشتن مجبور بود فریم به فریم همه اونا رو بکشه که بتونه همه رو مجموعاً بیاره توی یه جا که مثلا بتونه اون 5 ثانیه که ما مثلا میدیدیم خیلی هم گذرا بود برای ما، آره 5 ثانیه است رفت چیزی نیست، ولی مثلا برای طرف یکی دو ماهی مثلا شاید هزینه گذاشته داشته باشه واسش، وقت گذاشته باشه واسش. ولی هنوزم یه سری هستن که سنتی کار میکنن، یعنی به این اعتقاد ندارن که از هوش مصنوعی استفاده کنن. یه سری از استدیو حالا خب فعلا گارد دارن انیمه روش. های هنتای چی اونا رو اونا اونا اینا رو اکثرا که نمی‌دونم. هوش مصنوعیه. آره آره همین اصلا یه آدم عادی میتونه بسازه، اصلا مهم نیست. آره تو فقط کاراکتر تو بساز خودش میتونه کار رو انجام بقیه بده. کارا رو انجام بده. خدا رو آره شکر. آره. کلا باید به ولی نظر من هوش مصنوعی رو توی یه سری مباحث بند بکنن، جدا میگم. مثلا به نظر من یکی از ضررهای هوش مصنوعی اینه که کریتیویتی رو داره میگیره. یعنی اینکه مثلا طرف بشینه فکر بکنه راجع به یه چیزی، یا مثلا فرض مثلا طرف به یه مشکلی میخوره فوری میره AI رو باز میکنه آقا این چی میشه این چی میشه مثلا. خب ببین من با این حرفت کریتیویتی رو مخالفم، میدونی میگیره. چرا؟ چون سرعت عمل چیزو نه میندازه همین دیگه، جلو وقتی میگم دیگه. توی یه سری هم مسائل باید مثلا بند بشه. ببین فرض مثال میگم خب طرف میخواد بشینه یک موضوعی رو روش مثلا تحقیق بکنه، فرض مثلا تو دانشگاهش ارائه بده. خب اون شخص به کریتیویتی نیاز نداره که میشینه آقا میره اونو تازه دارم درست تلفظش میکنم دیگه آره کریتیویتی. آره اونو مثلا نیازی نداره طرف بره روش تحقیق واقعا کامل بکنه، چون هوش مصنوعی هم یه موتور جستجوی خیلی سریعه دیگه. همونجا فوری میگه آقا یه همچین چیزی میخوام و براش آماده میکنه. خب این قضیه فرق داره تا اینکه مثلا یه شخصیه فرض مثال قرار دکتر بشه تو آینده و مثلا اون تحقیقه کمکش میکنه که آقا مثلا در آینده فرض مثال این موضوعی که توی این تحقیقش هست قراره به کارش بیاد و مثلا تو ذهنش بمونه. می‌دونی چی میگم؟ اون اینکه آقا طرف بره بگرده فلان بکنه بعد مثلا از خودش تراوشات داشته باشه آقا این اینجا چی میشه این اینجا چی میشه پس این چی میشه، فکر کنه روی اون موضوع. حالا میگم دکتر اون یه بحثشه، ولی مثلا خیلی چیز دیگر رو بین میبره. خب حالا تو یه آرت هم موضوع همینه. تو آرت مثلا فرض مثال طرف میاد میگه آقا من شخصیت موابی سایبرپانکی میخوام مثلا، خب و همونجا براش عکس رو جنریت کنه.
در حالی که این میتونه بشینه این شخص مثلا فکر بکنه آقا همچین چیزی. خب حالا اون که فکر کرد خودش عکسو داد گفت اینو مثلا برای من انیمیتش کن، خیلی فرق داره، چون دیگه کریتیویتی نمیخواد. اون دیگه برمیگرده به خود آره طرف. ولی اون طرح اولیه مثلا می چی میگم، یا حتی اسم، خود ما هم همین بودیم، مثلا خود نشسته بودیم اسمو تا قبل اینکه ما بگیم آقا اصلا این قضیه استفاده نکنید خودتون بشین فکر بکنید، تو خود مثلا واقعا اسما که میدادی درستابی نبود، ولی وقتی نشستی فکر کنیم اون اسما که در آوردی چقدر واجد فرق میکرد، چقدر بهتر شده بود، حالا لولش رفته بالا، حالا بعضیشون وسط یه ذره هنوز داستاندار بود ولی خب یه داش چقدر باحال شده بود. می چی میگم، مثلا همین اناسیل نه اصلا بود توی اون اولیه که ما گفته بودیم نه. اصلا نبود. چرا؟ چون واقعا هیچ کدوم نشستیم درستای فکر بکنیم. مثلا من خودم با این حال که از دقیقه 90 بودش. به این فکر دیگه فکر مثلا اون وسط چقدر اسم هی میمد تو ذهنم، گفتم اینو با این تلفیق کنین، اینو مثلا پالس نمکی، حالا می‌دونی چی میگم، مثلا اینا فکر دیگه، اون کریتیویتی، می‌دونی چی میگم، اونو هوش مصنوعی از بین میبره. چون الان خیلی اصلا هر کاری میخوام بکنن هی میرن سراغ فوری سرچ میکنن. این به نظر من یه قسمت ضررشه، یعنی مثلا یه قسمت مثبتی که داره این قسمتای ضررش هم هست که مثلا خلاقیت انسان رو از بین این همه میبره. دیتا هم خب بالاخره توی ای آی سیو میشه دیگه، میدونی مثلا یه نفر دیگه میاد دنبال همچین چیزی میگرده، دوباره از ایده هایی که بقیه قبلا داشتن دوباره ای آی همونا رو ارائه میده دقیقاً. مثلا به آره. نفرات بعدی. واسه همین به قول تو این همین استفاده اگه اون مجددش میشه. آره استفاده اگه اون می‌کنه. هوش مصنوعی مثلا فرض مثال از خودش هوش داشت و مثلا تراوش داشت، تو آره هنوز به اون درجه نرسید. میتونستی بری آقا بهش بگی خب اگه فرض مثال میگم آقا همین الان برای من یه اسپیس شیپ طراحی کن که مثلا با سرعت نور حرکت بکنه، چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چون تراوشات خلاقیتانه نداره، کریتیویتی نداره، همه دیتاش از قبله. تهش بتونه اونا رو بذاره کنار هم یه چیز مثلا به درد نخوری به تو بگه، ولی بازم این از دیتا از قبله. هیچ وقت نمیتونه به نظر من به اون مرحله انسان بودن برسه که تراوش داشته باشه. نه هیچ وقتو که فکر نکنم. شاید مثلا شاید 20 سال برسه، دیگه. نه 20 فعلا سال که هم نیست. نه. فعلا نیست ولی آره فعلا که و این نیست. میگم این خیلی ضرره، این خیلی ضرره واسه مخصوصا جوونا. بالاخره جوونا آینده سازان این مملکت بالاخره جوونا قراره خب میام به یه درجه برسندی و خیلی‌ها الان هوش مصنوعی قاطی کارشون کردن و ندارن مثلا علمش و دیتاش و فلان. تا چیزی میشه آقا چت جی پی تی کن دیگه، تا مثلا چت جی پی تی خدا نیستش که مثلا همه چیزو نمیدونه که. و میام قسمت مهمترش اون خلاقیت، به نظر خلاقیت نداره. حالا یکی دیگه از ضرراش مثلا کلاهبرداریایی که دارن انجام میدن، نمیدونم دیدید یا نه، طرف مثلا چهره دختر یه بنده خدایی درست میکنه، مثلا توی شهر دیگه رفته دانشگاه، بعد با همون چهره زنگ میزنه به مامان باباه، بعد مثلا درخواست پول میکنه، مامان بابا خب میبینن دخترشونه دیگه با همون صدا با همون فیس و اینا، بعد پولو میزنن، نگوی که مثلا ای آی بوده. مثلا این حرکت ها تو اروپا و اتفاقا آمریکا هواوی زیاد داره دارن همچین انجام میدن. سکیوریتی داره که دیتکت میکنه این موضوع رو. یعنی آره مثلا توی فیس کال که انجام میدن، ویدیو کال که انجام میدن، بررسی میکنه ببینه آیا این ای آی یا نه، واقعیت یا نه، و مثلا یعنی چی میگن دیپ دیپ فیک هست آره. یا نه، و بررسی میکنه و اگه باشه آلرت میاره اون بالا برای طرف که آقا مثلا این داری با کسی که با اون کسی که داری مکالمه می‌کنی از دیپ فیک داره استفاده میکنه. هواوی همچین چیزی، هواوی آنر جفتش فکر کنم مال یک کمپانیه. نه جدا شدن فعلا بودن، آره جدا چند وقتیه شدن که الان. جدا شد. مال یک یا اینه یا اونه، ولی یه همچین چیزیه مال مثلا اون هواویه بالا، فکر کنم. اون بالا میاره آلرت میاره که آقا همچین چیزیه، حواست بی اور، حواست باشه، مواظب باش. بعد یه چیز دیگه هم این که مثلا میگن تا 10 سال دیگه شغلای پزشکی و وکالت و مثلا شغلای مهندسی کامپیوتر که مربوط میشه آیتی و برنامه‌نویسی و اینا رو مثلا کامل از بین میبره. مدل‌ها دیگه باید جمع کنن برن، نمیدونم حالا یه سری از بازی سازا باید جمع بکنن برن، یه سری از شغلایی که مثلا مربوط به بازی سازی و گیم و اینا میشه. بعد سینما مثلا چند وقت پیش یه پسر سوئدی، نمیدونم دیده بودید یا نه، براتون ریلز داشتم فکر کنم فرستاده بودم، پسر مثلا یه سکانس مثلا یه تریلر سینمایی درست کرد و من اول فکر می‌کردم واقعا مثلا مال اون فیلمه، ولی نگوی که مثلا یه نفر با ای آی ساخته بوده. یعنی ممکنه تا 10 سال دیگه کلا خیلی از شغل‌ها اوت بشن. خب ببین من اینو میگم منتفیه. نمونه بارزش من مال همون برنامه‌نویسی طراحی سایت رو برگردم بگم. از روزی که هوش مصنوعی اومده بود تا الان گفتن که طراحی سایت کلا منتفی میشه میره. ولی خب یه چیزی که هستش مثلا اینه که آقا من به شخص سایتی که میخوام
اون یو آی یو ایکسی که میخوام مد نظر خود منه، این م. شخص سازی واسه خود منه. ولی تو وقتی که میای به هوش مصنوعی مثلا برمیگردی میگی یه چیز عمومی طوری واسط میسازه، هی بخوای بهش بگی آقا اونو میخوام تا بخوای به اون چیز مد نظرت برسی خیلی زمان میبره، شاید اصلا هیچ موقع نرسی اصلا اون چیزی که خب میخوای. نه دیگه، نه به گفتن نظر 10 من سال دیگه، یعنی ممکنه تا آره موقع وحشتناک الان پیشرفته تر از این بشه. کنوا سایت کنوا فکر کن، کنوا. کنوا یه دونه مثلا آورده رو کار که تو میتونی مثلا ازش استفاده بکنی و خیلی شبیه اون چیزیه که تو ازش میخوای. حالا الان هم میگم هنوزم فیکس نیست، به نظر من خیلی جا کار داره، یعنی مثلا شاید واقعا تا 10 سال دیگه به یه جایی برسه تو بری مثلا یه طراحی خیلی ساده روی کاغذ بکشی و بگی آقا من میخوام مثلا مین من اینجوری باشه، یه همچین چیزی میاره. ببین خیلی توی یو آی یو ایکس مثلا توی فرانتش خیلی قضیه ایزی در میاد به نظرم، ولی مثلا بکش قرار نیست اونقدر یعنی به نظر من اون کسی که به طور ساده میخواد با این قضیه کار بکنه و یه سایت طراحی بکنه باید حداقل نالج رو داشته باشه در مورد برنامه‌نویسی، یعنی نمیتونه هیچی بارش نباشه و بیاد بگه آقا من همچین چیزی میخوام و اون هوش مصنوعی بتونه براش طراحی بکنه. حداقلش شاید مثلا خیلی از قسمت ها حذف بشن ولی یه قسمتش نمیتونه حذف بشه، اونم مثلا به نظرم بک اندشه، چون قاعدتا کدی که ای آی میده باز اشکال داره و نیاز آره به دیباگ داره آره دیگه. و میگم یه قسمت رو نمیتونه حذف آره. بکنه 100%، ولی یعنی شاید اون اتفاق هم بیفته جلوتر ولی خیلی دیگه جلوتر و میگم بازم باگ داره، یعنی خیلی باید روش کار بشه. و اینکه نه به نظر من مثلا 10 سال دیگه تو یا آقا من فرض مثال یه سایت میخوام بالاش مثلا با این حالت تو بالاخره داری تو ذهنت اون ویژنی که آره میخوای دیگه، میگی بعد اون همه انجام اونا میده رو تو باید برات. فقط قابلیت گفتنشو داشته باشی دیگه، بتونی بگیم مثلا اونو میگه آقا من اینجوری میخوام اینجوری میخوام و همشو در میاره برات، به نظر من مسئله نیست. ولی شغله که خیلی تحت تاثیرش نیست، مثلا محمد گفت مدل، شما گفتین مدل دیگه، آره مثلا مدل و این داستانا به نظر من میگم بازم مثلا چون میتونن یه مدل پرفکت بسازن حتی از مدل‌های موجود تو مثلا خب مدل برندهای پرفکت رو کی میخواد بسازه؟ و ببین ما مدل خیلی مدل‌های مختلفی داره، به نظر من اینا تحت تاثیرش قرار نمیگیره، یعنی مثلا شاید بین اون مدل ها یه دونه هم ربات باشه مثلا طراحی کرده باشه مثلا بیاد اونجا رو، ولی جای همه رو نمیتونه بگیره. این چی میگم؟ اون ویژن های مختلف و همه رو نمیتونه از همه بگیره. میگم چون به نظر من اون بازم میگم اون خلاقیت و کریتیویتی رو از آدم میگیره، یعنی همه نمیذارن جایگزین این موضوع بشه 100%. مثلا فکر کن تو آینده 100 تا شرکت 99 تاش جایگزین کنن یکی نمیکنه و اون یه دونه موفق تره، 100% همین جوری میشه. میدونیم مثلا میدونین چجوری ممکنه بگیره جاشو؟ مثلا الان شالوم هارلو یه مدل خیلی سوپر مدل هم نیست، سوپر مدل خیلی خفنه. خب الان یه مقدار سنش رفته بالا، خب دیگه مثلا دعوتش نمیکنن تو برندا بیاد مثلا کتواک بره و این داستانه، حالا برای خودش کار میکنه. خب مثلا میتونن مثلا 10 سال دیگه 15 سال به علمش که برسن یه دونه مثلا ربات بسازن با چهره خود همون شالوم هارلو، بعد حالا یه درصدی به اون بدن چون از چهرهش دارن استفاده میکنن دیگه، یا حتی یه سری تغییرات بدن پرفکت ترش کنن، میدونی، بعد اون بیاد کتواک بره، یعنی دیگه از انسان ممکن استفاده نکنن. نه بعید میدونم همچین چیزی، مثلا پوشاک و احتمالش اینا هم هست، نه که هست. بعید باشه، ولی خب تا بخوایم برسیم زمان بره، اونجوری که ولی نیست بخوایم مثلا یه همین فردا اینجوری بشه. به نظرم پوشاک و این داستانا هم هستش، خب که مثلا شاید بگی آقا در آینده مثلا طراحی لباس از بین میره و فلان، ولی میگم خلاقیت چون نه نداره. خلاقیت انسان که هیچ وقت از بین نمیره آره تو دیگه، طراحی نه خب لباس، همین اون آخه 100%. خلاقیت انسان هم به نظر من همین الانش تحت این قضیه قرار گرفته، تحت هوش مصنوعی، که مثلا خلاقیت انسان داره هی کم و کمتر میشه سر این قضیه که دیگه آره خودشون نمیرن فکر بکنن، همش از این کمک میگیرن، اون خلاقیت داره از بین میره. خب ولی میگم at the end of the day نمیتونه جایگزین کنه خلاقیت رو و آخر سرش هم به مثلا یه انسان رو چیز دیدید شما انیمیشن لاف دسن ربات رو دیدی؟ آره آره آره. یه اپیزودش هست یه یارو یه مثلا خیلی هنرمند و اینا من خیلی وقت پیش دیدم دقیق یادم نیست ولی چیزی که یادمه یارو خیلی هنرمنده، بعد شروع میکنه ربات هم هست طرف هی میاد یه دایره آبی و هی به نقاشش و طراحیاش اضافه میکنه، هی اضافه میکنه تا به یه جایی میرسه که کل طراحیشو ازش بخواد رونمایی کنه یه چیز آبی بزرگه، خب یه مثلا مربع آبی بزرگه. و این چی بوده این قضیه؟ طرف هی داشته پیشرفت میکرده و آخرش انقدر پیشرفت میکنه که دیگه هیچی براش معنی نداره،
یعنی مثلا توی هر جایی میره، مثلا حالا یه ذره تخیلیه ولی مثلا یارو میره تو مذاب مثلا حسش میکنه، میره نه تو جای یخبندان میره، همه جا میره یارو و همه چیزو حس میکنه و آخر سرش یه هیچی براش نمیمونه و برمیگره به اصلی خوش. اصلی خوش چی بوده؟ یه رباتی بوده که توی استخر بوده و تمیز میکرده کاشی آبی یه آره استخر آره. اونا رو میدیده، هر روز عمرش اون کاشی آبی ها رو میدیده تمیز میکرده. از اونجا بوده که شروع کرد به پیشرفت کردن. آخرش که اون نقاشی بزرگش نشون میده، میپره تو آب و شروع کنه شنا کردن و همونجور قطعاتش که تو آینده به خوش اضافه کرده همش میریزه و تبدیل میشه به اون ربات اصلی که بوده و مثلا اون کاشی‌ها رو دیدن. یعنی میخوام بگم که آخرش همه آخرش هم برمیگردی به اون اول خودت. یعنی آدم مثلا ربات هم هر چقدر بره جلوتر به نظر من دیگه اون به یه جایی میرسه که خودش هم حتی جلو خودش رو میگیره، یعنی کریتیویتی خودش رو میگیره و برمیگرده به اون اصلی خودش. انسان هم همینه، انسان هم هر چقدر ربات رو جایگزین کنه بازم برمیگرده به اصلی خودش، جایی که بوده. در نهایت خودش به خودش نیاز پیدا میکنه آره. دیگه اصلا ربات‌ها دیگه به نظرم نهایتش نیستن. خدای این قضیه است دیگه طرف. مثلا به آخر ربات واقعا چیه؟ به نظر من ربات ته تهش میشه یه انسان سریعتر. آره دیگه. بعد میدونی روح ندارن که دقیقاً. اون احساساتی که مثلا انسان ها میتونن بروز، شاید مشابهش رو مثلا بتونن با یه سری چیزا انجام بدن در آینده دور، ولی خب بازم جای انسان رو جای نمیگیرن انسان دیگه. نمیگیره. آره ولی یه چیز دارک بگم، چیز دارک که ته ذهنم بوده بعضی وقتا بهش فکر میکردم، اینه که دنیای ربات به چیزی محدوده که بهش دسترسی داره. یعنی مثلا ربات‌ها به یه سری دیتا دسترسی دارن دیگه که اون دیتا رو ما بهشون دادیم. شاید اگه اونا هم مثل ما به همه دیتایی که ما الان داریم دسترسی داشتن، اونا هم دقیقا مثل ما میشدن. یعنی مثلا میگفتن فرض مثلا به یه چیزی مثلا میساختن، میگفتن بابا مثلا این آب روغن نداره که، مثلا حالا فرض مثال میگم، ما میگیم روح مثلا این اینو نداره که. چرا؟ چون مثلا به همه اون الان ربات به همه دیتا که ما داریم که دسترسی نداره. آره. چی میگم؟ مثلا فرض مثال بیسیکشو بخوام بگم، مثلا ما چشایی لامسه همه اینا دیتا حساب میشه دیگه، از اینا دیتا میگیریم دیگه. اون اینا رو هیچ کدومو نداره، مثلا شاید ببینه ولی حتی دیداریش هم هنوز ما نیستیه. سر همین اگه همه چیزی که ما داریم و اون داشت، به نظر من اونم همچین چیزی میگفت. ممکنه. دیگه تو اون وضع خیلی خطرناک میشه دیگه. آره. دیگه آره از دیگه. یه آره. جایی به بعد نمیشه یه جلوشو خودش اون گرفت. موقع خالق میدونه دیگه. یه چیزی بگم، حالا از کجا نمیدونی مثلا یه موجود برتری، خب حالا یه سری میگن خدا، یه سری میگن آنوناکی، فلان بیسار، یه موجود برتری مثلا ماها همون ربات های اون موجود برترا باشیم، خب ولی مثلا به جای آب روغن مثلا خون و گوشت داشته باشیم. نه این خودش اصلا یه بحث. آره آجی، آره نه. خیلی این یه بحث. پادکست. در کل که از همه چی خوب استفاده کنید. ای آیا اینا رو حواستون باشه و مرسی که تا آخرش گوش دادید.